برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. سلام بیننده عزیز. امروز 3 مارس است. در برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان پیشنهاد می شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. حزب و گروه های مخالف حکومت تاجیکستان که بیرون از کشور فعالیت می کنند از آوازدهی 2 مارس انتقاد کردند. این انتخابات نبود، تعییناتی بود و امام علی رحمان و تمام این وکیلان مجلس نمایندگان را خودش تعیین کرد. حکومتداران نوی سوریه اصرار می‌ورزند که تعلیم دین اسلام برای افسران پلیس امری ضروری میباشد. افسر حفظ حقوق و ترتیبات باید حلال را از حرام فرق کند. اداره گمرک سوخت هشدار می‌دهد که وارد کنندگان ماشین‌های کهنه به جوابگری کشیده شده از مالکیتشان محروم می‌شوند. 19 عدد واسطه نقلیاتی گوناگون تمغه دریافت گرفته شد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نتیجه‌های ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی را اعلام کرد. از 63 کرسی مجلس نمایندگان و یا پلاتای پایانی پارلمان تاجیکستان 22 کرسی بر اساس رویخط حزبی بوده با آن نامزدهای از حزب‌های شامل می‌شوند که در آوازدهی بیش از 5% رای‌ها را کسب کردند. بر این اساس در آوازدهی روز یکشنبه حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از رویخط حزبی 12 کرسی، حزب اگراری 5 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 3 کرسی، حزب سوسیالیستی و حزب دموکراتی هر دو 1 کرسی به دست آوردند. حزب کمونیستی تاجیکستان به کرسی مانده است. کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه های پیشکی آوازدهی در حوزه‌های 41 عمومی حوزه یک مانداتی را هم نشر کرده است که بر پایه آن جمعاً 49 نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب کرسی مجلس نمایندگان خواهند بود. با اطلاع رسانه‌های دولتی در انتخابات روز 2 مارس بیش از 85% انتخاب کننده ها آواز دادند. تصدیق درستی آن از منابع مستقل امکان ناپذیر است. با دلیل اجازه نداشتن خبرنگاران برای بازتاب کارزار سیاسی معلوم نیست که حضور آدمان در نقطه‌های رایدهی بیشتر بوده است یا کمتر. در انتخابات‌های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی 1 نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته ورقه‌های پر شده به صندوق‌های رایدهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. شراف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام انتخابات را قصد قدرت از طرف حکومت نامید. خیلی از اوچاسکه‌های انتخاباتی در پروتکل‌ها درج شده هستند، در دهات‌ها، در ناحیه‌ها، اما این اوچاسکه‌های انتخاباتی تأسیس داده شدگی نبودند، تنها ورق‌ها بودند، ورق‌ها را پر کردند گویا که شهروندان در این انتخابات شرکت ورزیدند و از آنی که در اینجا یگام رقابتی واقعی نبود، یگام دبات‌ها گذرانده نشد، یگام حزب‌های سیاسی برنامه‌های خودشان را پیشنهاد به مردم نکردند. این دلیل آشکاری از آن بود که این انتخابات نبود، تعییناتی بود و امام علی رحمان و تمام این وکیلان مجلس نمایندگان را خودش تعیین کرد و این غصب آشکاری حاکمیت از جانب رژیم امام علی رحمان را دلالت می‌دهد. رهبر گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع میباشد انتخابات را محکوم کرد. جای یادآور است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا و یک عده رسانه‌های محلی و بین المللی و از جمله رادیو آزادی اجازه نظارت انتخابات را نداد. در همین حال همکارانمان در دوشنبه از راهگذران پرسیدند که در انتخابات شرکت کردند یا نه. بله. و همون حزبی که آواز داده غالب شد؟ من فکر میکنم که غالب شد البته. نه نرفتم. یعنی آواز داده؟ رفت آواز داده. و همون حزبی که آواز داده غالب شد؟ نمیدونم روز که ولی نتیجه تماشا کردم. راست نمیدونستم. خبر نداشتم. رفتیم که همیشه خیلی انتخاب که آخه انتخاب کردیم و گشتیم اومدیم. نه ما رفتن نتونستم. برای که سبب بود. های خانه نبر آمدیم برای همین. ما مقصد همون چیزا رفتیم، همون چیزا مثال اینویا اسماعیل سامانی بودیم رفتیم، همون چیزا در مکتب من گذاشت، همون چیزا گذراندیم.
کاملا رفتیم انتخاب کردیم. و همون حزبی که آواز دادید فهمیدید غالب شد نشد؟ نه حالا نفهمیدم. خاطی کمپیر ما آوردم در همی بانیستای سیکلون برای آوردمش ما خاطی کمپیرم آواز دادیم. کمپیر ما در همونجا بردن دادن من آواز دادم. نامزدتون رو میشناختی؟ کنش میشناختم، همش میدونم، تفتیشگری همش میدونم نامزدم کیسه کدامش با کدام راه میره، با راه درست میرم یا در راه کج میرم. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را با یک گزارش بین المللی از خبر میانه ادامه میدیم. روز یکشنبه رئیس موقت سوریه احمد الشر اعلام کرد که برای دوره گزارش این کشور یک کمیته خاص اعلامیه کنستیتوسیونی تهیه میکند. احمد الشر که رهبر گروه اسلامی هیئت تحریری الشام می باشد، در آخر ماه انور رئیس موقت سوریه تعیین شده است. هدف این گروه احیای دولتداری سوریه بعد فروپاشی حکومت بیش از نیم عصره سلاله اسد است. همکارمان شعلای گلخوجه با تکیه به گزارش ریترز اطلاع می‌دهد که یکی از وظیفه‌های اساسی این گروه تامین نظم و ثبات در شهر و دهات سوریه می باشد. حکومتداران نو سوریه افسران حفظ حقوق و ترتیبات را بر پایه شریعت اسلامی تعلیم می‌دهند. به عقیده آنها نیروی نوی که به جای پلیس ظالم و فاسد رژیم فروپاشیده بشار اسد سر قدرت می‌آید باید در جامعه اهمیت ارزش‌های اخلاقی را بالا برد. خبرنگار ریترز می‌نویسد حکومت نو سوریه که افسران پلیس را از ادلیب پایگاه قبلی آشوبگران به دمشق انتقال داده است، از داوطلبان خدمت نظامی درباره عقیده‌های دینی آنها و شریعت اسلامی سوال می‌کند. افسر حفظ حقوق و ترتیبات باید حلال را از حرام فرق کند. تامین نظم و ثبات و اعتماد مردم برای گروه‌های آشوبگر سنی مذهب یکی از شرط‌های کلیدی اعتراف مقامات نو سوریه از طرف جامعه بین‌المللی ارزیابی می‌شود. شورای پژوهشگاه خاورمیانه با نام سنچوری اینترنشنال آرونولوند به خبرنگار ریترز گفته است تکیه به یک دین و یک مذهب در کشور چون سوریه حل مشکل بودن نمی‌تواند. به قول این دانشمند، نصرانی‌ها، مسلمانان علوی، دروزها و حتی مسلمانان سنی مذهب در شهرهای دنیوی شبیه دمشق و حلب از این تشبث چندان خوشحال نخواهند بود. رهبر فعلی سوریه احمد الشر با امید رفع نگرانی‌های ممالک غربی و خاورمیانه روابط قبلی گروه هیئت تحریری شام با سازمان دهشت‌افکن القاعده را محکوم نموده اصرار می‌ورزد که زیردستانش حقوق اقلیت‌ها را حفظ خواهند کرد. در گذشته پیروان شرعه نظارت جدی طلبات شریعت اسلامی را کنار گذاشتند. 8 دکبر سال گذشته وقتی آشوبگران رژیم اسد را از بین بردند، ده‌ها پایگاه حفظ حقوق و ترتیبات و اداره‌های امنیتی سوریه طلب و تاراج و به کام آتش کشیده شدند. اکنون حکومت نو سوریه آزمون اعلان کرده می‌خواهد به زودترین فرصت نیروهای جدید حفظ حقوق و ترتیبات را روی کار آورد. در سراسر سوریه بیش از 200,000 داوطلب برای کار در پلیس نامنویس شدند. در صف ما افسران نصرانی پلیس هم هستند که از رژیم اسد فرار کرده بودند. تامین نظم و ثبات و بنیاد سوریه نو مسئولیت تمام فرزندان این سرزمین است. هیچ کس به اعتقاد نامزدها توجه نمی کند. استادان اکادمیا باور دارند که همزمان با بهبود وضع امنیتی تحصیل افسران آینده توسعه یافته در سراسر سوریه نظامی برقرار خواهد شد که آشوبگران سالهای اخیر در قرارگاهشان شهر ادلیب بنیاد کرده بودند. در درس‌های دینی اکادمی پلیس محصلین اصول دین، قانونگذاران اسلامی و ترجمه حال پیامبر دین اسلام را می‌آموزند. به گفته رئیس پایگاه‌های پلیس منطقه مرجع دمشق ایمان ابوطالب، شمار از ساکنان سوریه هیئت تحریر شام را سازمان افراطگران می‌شمارند و نمی‌خواهند حکومت این گروه را اعتراف کنند. در عین زمان این افسر تاکید می‌کند که او نمی‌فهمد چرا مردم از نفوذ اسلام که بیش از هر دین دیگر با حقوق انسان احترام می‌گذارد نگران می‌باشند.
مقامات در ولایت سوغد میگویند پس از ماه سپتامبر سال 2024 هیچ ماشین کهنه را به کشور راه ندادند. منظور از ماشین کهنه ماشین‌هایی را در نظر دارند که تا سال 2013 استحصال شدند و تاجیکستان ورود آنها را منع کرده است. اما کارمندان گمرک سوغد اقرار شدند که برخی برای ساختکاری به کشور ماشین کهنه وارد کردند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مسئولان ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوغد میگویند با وجود عوف هزارها ماشین کهنه وارداتی هنوز هم بعضی از تاجران با راه ساختکاری حجت‌ها کوشش آوردن چنین ماشین‌ها را دارند. سال گذشته چندین نفر با این جرم بازداشت شده است. 15 حالت پرنده جنایتی آغاز کرده شد و 19 عدد واسطه نقلیات گوناگون تمغه دریافت و گرفته شد که وابسته به حالت‌های مذکور پرنده جنایتی آغاز گردیده به مقامات تفتیشاتی ارسال گردیدند. اساساً حالت‌هایی که آنها به چنین کار دست می‌زنند این برای ساختکاری نمودن شهادتنامه تکنیکی به قیدگیری وسایل نقلیات بود. سال 2024 حدود 2000 نقلیات سال برآورششان تا سال 2013 را مقامات منطقوی گمرک در ولایت سوغد به رسمیت درآورده و از این حساب به بودجه کشور 30 میلیون سامانه پرداخت گمرکی وارد کرده است. کارمندان این نهاد میگویند همکسبان خویش را در همسایه کشور آگاه کرده خواهان راه ندادن به نقلیات کهنه گردیدند. ما ازبکستان قطعی همکاری میکنیم به واسطه ما کانال داریم علاقه تلگرام به واسطه تلگرام به واسطه خدمات دیگه علاقه هستیم و هم برای پیشکی آگاه کرده که مثلا برای پیشگیری همین ولایت‌ها در سرحد قزاقستان واسطه بازداشت کرده میشه. از اون قزاقستان پیشگیری میشه برای بندگی میکنن که این واسطه ازبکستان اومده همونجا نیستاد بکو تفاوت به همین خاطر ما جانب واسطه این مسئله با همکاری میکنیم این ولایت‌ها آزاد نیست. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد، ولی بسیاری از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشت. خدمات گمرک در نامه از 11 یونی سال 2024 به حکومت گفت با وجود چاره اندیشه از ماه اکتبر سال 2023 تا این دم به جمهوری باز 2522 واسطه نقلیات برآورششان تا سال 2013 وارد گردیدند. طبق حجتی که رادیو آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر سال گذشته در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین‌های بند مانده رضایت داد. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از تاجران خواسته بودند یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم‌های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. مقامات تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 هنگام نشر قرار هدف را از منع این نقلیات کهنه، حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها گفتند. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در مقایسه با ماشین‌های نو ارزان و برای قشر میانه در تاجیکستان دسترسند. بیشتری ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامانی نرخ دارند. نقلیاتی که بعد از سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامانی بالا هستند. با نظرداشت دسترس بودن نقلیات تولدشان تا سال 2013 تاجران تلاش می‌کردند این گونه ماشین‌ها را از کره جنوبی و اروپا به تاجیکستان آورند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان. از 4 تا 8 مارس در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی 2025 بین دسته‌های منتخب دختران تا 17 ساله برگزار می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته‌های منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک می‌کنند. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می‌شوند. برای دختران فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به مسابقه انتخاب جام آسیا 2026 به حساب می‌رود که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.